خب میرسیم به روش الگویابی. دوستان عزیزم سلام، خوش اومدین به این کانال و توی این ویدیو ما قراره روش حل مسائل به کمک راهبرد الگویابی رو یاد بگیریم. این روش هم مثل روش‌های قبلی مخصوص یه سری مسائل خاصه که ما باید الگوی بین اعداد در مسئله یا اشکال در مسئله رو پیدا کنیم تا بتونیم خواسته مسئله رو به دست بیاریم. قطعاً و به یقین یادگیری این درس میتونه جذابیت خیلی زیادی رو برای شما داشته باشه، همونطور که برای منی که دارم برای شما تدریس میکنم داره. بیاید کار رو با یک مسئله شروع کنیم. خب بیاید ببینیم توی مثال اولمون چی داریم. توی مثال اول گفته که 3 عدد بعدی الگوهای زیر رو بنویسید. رابطه بین عددها رو هم توضیح بدین. خیلی خب بریم سراغ این مثال. ما توی اینجا 3 تا الگو داریم که قراره با هم دیگه بررسی کنیم. توی الگوی اول جریان خیلی ساده است. یه ذره اگه نگاه کنیم الگوی بین این عددها رو میتونیم متوجه بشیم. الگو چیه؟ خیلی ساده است. عددها 3 تا زتا دارن اضافه میشن. اما به همین راحتی میتونیم 3 عدد بعدی یا حتی بیشتر از اون رو بنویسیم. خیلی خب عددامون چی هن؟ 1 3 تا اضافه شده 4 3 تا اضافه شده 7 3 تا اضافه شده 10 3 تا اضافه شده 13. بقیه رو گفته خودتون بنویسین. خب بعدش میشه چند؟ 16 19 و 22. 3 تا اضافه میشه دیگه. خیلی خب بریم سراغ عبارت بعدی خیلی سریع. عبارت بعدی چنده؟ 1 و 4 و 9 و 16. میبینیم که بین 1 و 4 3 تا فاصله است. بعدش بین 4 و 9 چند تا فاصله است؟ 5 تا فاصله است. بین 9 و 16 چند تا فاصله است؟ 7 تا فاصله است. خب الگوی بین اینا چیه؟ 3 تا فاصله، 5 تا فاصله و 7 تا فاصله. میبینیم که بین فاصله ها دارن دو تا اضافه میشن. خب این هم یه الگوی دیگه. الگوش پیدا شد. بین فواصل دو تا اضافه میشه. یعنی وقتی که بین فاصله 9 و 16 که آخرین عددمون هستن 7 تا فاصله است، بین عدد 16 و عدد بعدی چند تا فاصله است؟ بین عدد بعدی یه 16 هم 7 تا فاصله به اضافه 2 تا فاصله اضافی که الگوی ماه میشه چند تا فاصله؟ 9 تا فاصله، که یعنی 16 به اضافه 9 برابر 25 خواهد شد. اوکی؟ خب به همین ترتیب اعداد بعدی بین 16 و 25 9 تا فاصله است. 2 تا هم اضافه میکنیم به این فاصله، یعنی 9 تا فاصله بوده میشه 11 تا فاصله. پس بین 25 و عدد بعدی 11 تا فاصله قرار میگیره که یعنی عدد بعدیمون 36 هست. خب حالا عدد بعدی 36 چنده؟ فاصله قبلی 11 بوده. 2 تا اضافه میکنیم به فاصله قبلی میشه چند؟ میشه 13 تا فاصله. اوکی؟ رابطمونه دیگه. به عبارتی الگومونه. الگومون به این شکله. 11 تا بوده. 2 تا بهش اضافه میکنیم میشه 13 تا و 13 تا به 36 اضافه کنیم برابر 49 تا میشه. یه نگاه به شکل بندازین که براتون ترسیم کردم. به راحتی متوجه میشین. بریم سراغ مثال بعدی. توی این مثال اعدادمون 64 32 16 و 8 هستن. خب اینا چه رابطه ای دارن؟ عدد اول 64 بوده، بعد شده 32. چه اتفاقی برای پیش اومده؟ بر 2 تقسیم شده. و همینطور 32 شده 16. چه اتفاقی براش افتاده؟ اونم به 2 تقسیم شده. پس الگومون پیدا شد. اعداد بر 2 هی تقسیم میشن. 16 هم تقسیم بر 2 شده 8. و همینطور ما ادامه میدیم. 8 هم تقسیم بر 2 میکنیم میشه 4. 4 هم تقسیم بر 2 میکنیم میشه 2 و 2 هم بر 2 تقسیم میکنیم که میشه 1. تمام شد این مثال. فهمیدیم الگوها اینطوری پیدا میشن و ما اینجور مسائل رو به این شکل حل میکنیم. بریم سراغ مثال بعد. توی این مثال گفته که شکل دهم ما با چند تا چوب کبریت ساخته میشه و چرا؟ خب بیایید به این مثال پاسخ بدیم. خیلی خوب.
شکل اولمون یه دونه چوب کبریت داره، شکل دوممون 4 تا چوب کبریت داره، شکل سوم 7 تا چوب کبریت داره و همینطور شکل چهارممون 10 تا چوب کبریت داره. خب دوستان خیلی ساده است دیگه، این فقط نوع شکلی بود. 1 4 7 10. چه اتفاقی پیش اومده؟ 3 تا اضافه شدن. 1 شده 4، 3 تا اضافه شده، 4 شده 7، 3 تا اضافه شده، 7 شده 10، 3 تا اضافه شده. به همین ترتیب ما 3 تا اضافه کنیم میتونیم تا شکل دهم رو همینجوری بنویسیم و به جواب برسیم. اوکی؟ بعد 10 میشه 13، بعد میشه 16، بعد 19، بعد 22، بعد 25 و بعد 28 که شکل دهم ما 28 چوب کبریت خواهد داشت. اما آقا یه سوال، اگر شکل 100 ما رو خواست چی؟ ما همینجوری 3 تا باید اضافه کنیم؟ نه دیگه، اینجا یه مسئله پیش میاد. اینجا باید یه فرمول کلی به دست بیاریم که بتونیم واسه هر شماره شکلی تعداد چوب کبریت ها رو حساب کنیم. متوجه شدیم؟ مثلا بگن شکل 5 سریع بدونیم شکل 5 چند چوب کبریت میخواد. میدونیم چی میگم؟ یا اینجا گفته شکل 10 ما لازم نباشه هیچ 3 تا اضافه کنیم تا برسیم به شکل 10 بفهمیم. شاید اصلا شکل 1000 از ما خواست باید 3 تا بنویسیم؟ نه، خیلی طول میکشه. برای همین ما میایم بین این روابط یه فرمول پیدا میکنیم با توجه به شماره شکل و تعداد چوب کبریتی که توش داره. مثلا میگم الان شماره شکل 1 یه دونه چوب کبریت داره. خب دقیقاً شماره شکل با تعداد چوب کبریت یکیه، اما شکل 2 4 تا چوب کبریت داره، 2 برابر اونه. باید یه فرمولی پیدا کنیم. فاصله ها 3 تاست. پس ما میایم شماره شکل رو ضرب در فاصله میکنیم. شماره شکل ضرب در فاصله که 3 تا دارن اضافه میشن. مثلا میایم شماره شکل اول که 1 رو ضرب در این فاصله میکنیم. شماره شکل اول 1 ضرب در 3 میشه 3. خب میبینیم که شکل اول یه دونه چوب کبریت داره و ما 3 رو به دست آوردیم. پس میایم اونو بر 2 تفریق میکنیم. میشه چی؟ 1. شماره شکل دوم هم به همین صورت 2 رو ضرب در 3 میکنیم میشه 6، منهای 2 میکنیم میشه 4. پس یه فرمولی ما به دست آوردیم. بدین شکل دوستان. پس شد شماره شکل ضرب در 3 منهای 2 برابر میشه با تعداد چوب کبریت ها در هر جایی که ما میخوایم. اوکی؟ شماره شکل ضرب در فاصله شون که 3 و یه منهای 2 میشه تعداد چوب کبریت ها. و ما میتونیم با این فرمول خیلی راحت جواب این مسئله رو پیدا کنیم. 10 شماره شکل 10 خواسته دیگه، تعداد چوب کبریت شکل 10 که میشه 10 ضرب در 3 با توجه به فرمول منهای 2 میشه 28. پس لازم نیست 3 تا اضافه کنیم. این هم از این مسئله تموم شد دوستان. میریم سراغ مسئله بعدی. توی مسئله بعد گفته اگر شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنه چه کسری از شکل شماره 6 رنگی خواهد بود؟ شکلامون چیان؟ شکلامون اینان. توی این مثال گفته اگه شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنه، خب ما میایم این کسر بین رنگی و غیر رنگی ها رو می‌نویسیم. یعنی رنگی ها رو میذاریم تو صورت، غیر رنگی ها رو میذاریم تو مخرج. شکل شماره 1 رنگیش 1 و غیر رنگیش 9 تا. شکل شماره 2 رنگیش 2 تا، غیر رنگیش 15 تا. شکل شماره 3 رنگیش 3 تا و غیر رنگیش 21. اوکی؟ خب حالا میایم بین این کسرایی که نوشتیم یک رابطه پیدا میکنیم که بتونیم شکل مثلا 1000 از ما خواستن بفهمیم چه کسری رنگیه و غیر رنگیه. اوکی؟ میایم ببینیم رابطه شماره شکل با صورت این کسرا چیه. خب مثلا شکل شماره 1 صورت کسرش هم 1، شکل شماره 2 صورت کسرش هم چیه؟ 2. شکل شماره 3 چی؟ اونم صورت کسرش 3. اوکی؟ پس صورت کسرها یکی یکی دارن اضافه میشن و با شماره شکل چی هن؟ برابرن. حالا مخرجه چی؟ مخرجمون دارن 6 تا اضافه میشن. اوکی؟ مثلا شکل شماره 1 مثال قبلی اگر در فاصلش ضرب کنیم میشه چی؟ 1 ضرب در 6 تا. اگه بهش 3 تا اضافه کنیم میشه 9 تا که اون مخرج ماه. اوکی؟ حالا شکل شماره 2 چی؟ 2 ضرب در 6 12 تا. اگه دوباره 3 تا بهش اضافه کنیم میشه 15 تا، همون مخرج خودمون. خب دوستان اینجا دوباره یه رابطه به دست میاد که میخوام براتون بنویسم. صورت چیه؟ صورت همون شماره شکلمونه، 1 2 3 4 5 6 همینجوری الی آخر.
مخرج چیه؟ مخرج شماره شکل ضرب در 6 که اون فاصله اونه به اضافه یه ستا. متوجه شدین؟ خیلی ساده بود. حالا گفته شکل شماره 6 چه کسری داره؟ چه کسری از شکل شماره 6 رنگی خواهد بود؟ ما می نویسیم شماره شکل 6 چنده؟ 6 دیگه. شکل شماره 6 مخواسته، پس صورتمون 6 میشه. مخرجمون چی؟ شماره شکلمون 6 ضرب در 6 میکنیم و به اضافه یه ستا میکنیم که جواب این کسر اگر سادش کنیم صورت که همون 6 میمونه. مخرج 6 ضرب در 6 میشه 36 به اضافه 3 برابر با 39 خواهد شد. دیدین دوستان چقدر جذاب بود؟ الگوها رو پیدا میکنیم و جایگذاری میکنیم و مسائل رو حل میکنیم. مرسی که با ما همراه بودین. خداحافظ.